بینندگان عزیز سلام میگم به همه شما اونهایی که این لحظه ها در روبروی شما را تماشا دارند. البته چند دقیقه پیش ما برای شما درباره خبرهای امروز صحبت کردیم و هم گفتم که همه شما از اون رو خوب بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری منتظر میشیم. البته طوری شما میدانید در این شب و روز در جهان صحبت اطراف بیماری کووید 19 است و در تاجیکستان هم حکومت میگوید که طبق آمار رسمی در چند روز اخیر گرفتاران بیماری کووید 19 تقریبا به 400 نفر نزدیک شده است و البته در شرایطی که واکسن وجود ندارد برای تبابت این بیماری تهلکه میان ساکنان زیاد می شود و با استفاده از این فرصت نفران پیدا می شوند که میگن که تجربه شفا یافتن از این بیماری رو دارند و هر گونه دواها رو پیشنهاد میکنند و همین گونه یک دوای هم پیشنهاد شده است از طرف یک پزشکی ناحیه رشت و در این باره ما با همکارم عبدالله سلام عبدالعزیز صحبت خواهیم کرد و اصلا عبدالله من باورم نمی آید که تا هنوز چگونه یک دوایی که برای جانوران پیش بینی شده است برای تبابت شوش جانوران میتواند انسان را از بیماری کووید 19 شفا بخشد. بله حالا عین چنین شبهه من نیز داشتم، اما وقتی که با سردکتری ناحیه رشت قابل جان UF صحبت داشتم کمی این شبهه هایم رفع شد و ادعا میکند که خودش با بیماری کووید 19 گرفتار شد، حالش بسیار بد بود، سلامتیش بد شد و تا حدی که او امیدش را از این بین کنده است و در نهایت وقتی که ترکیب همین داروی نیومنی حیوانات را میخواند فکر میکند که شاید با اونها هم کمک میکند و از نوعلاجی این دارو رو اول کمی و بعداً بیشتر قبول میکند طریق تزریقی و طور او ادعا میکند او شفا یافته است از این بیماری و همچنان بعدی که این خبر میرسد چند از دیگر بیماران هم که در اینجا بستری هستند از دکتر طلب میکنند که با مسئولیت خودشان اونها رو با همین دارو گیرن و اونها رو روزی میشوند که تبابت کنند. خب به هر حال باید بگویم عبدالله طبعا شما هم میدونید باشید بینندگانی ما هم میدونند که دکتران پیوسته درباره اون میگویند که نباید بیماران و خود معالجه رو بگن و طوری میبینیم این شب و روز خیلی ها زیاد در تاجیکستان داروهای ضد ویروسی از پیش خود میخرند که نرخ دارو هم بالا رفته است و آیا در چنین شرایط امکان دارد که مثلا نفران خودشون پیشنهاد کنند یا اون راهی رو ادعا کنند که واکسن پیدا البته شهلا این تجربه که در رشت این دکتر کرده است این یک تجربه است، یعنی اثبات علمی حالا ندارد، تنها میشود گفت شاید یک تصادف باشد، اما وزارت تندرستی تاجیکستان هم میگوید که یک الگوریتم و یا راهکاری تبابت کووید 19 را برای تمام دکتران در تاجیکستان تهیه کرده است و دکتران تنها باید از روی این دستورات عمل کنند، نه اینکه خودشان از پیش خود عمل کنند و این دکتری رشتی هم از این البته از این دستورات عمل بیرون پنهاده است در حالت اضطراری و طوری هم گفته دکترها توصیه میدهند وزارت تندرستی توصیه میکرد که آدمان بر خود معالجه مشغول نشوند، داروها را از پیش خود نخرند، تنها با خوردن غذاهای سالم بی‌وجود ایمونیتت خود را میتوانند به هر حال ما در این باره باز بیشتر صحبت خواهیم کرد با شما و بینندگان عزیز طور تاریخ گواه هست معمولا واکسینه های نجات بخش برای انسانیت در حالت های تصادفی به دست می آیند و مثل داروی معروف ضد ویروسی پنسیلین که امروز خیلی زیاد استفاده می شود و البته امیدواریم که پیدا نمودن یا اختراع دوا بر ضد کووید 19 هم دور نیست، اما تا آن من به همه شما پیشنهاد دارم که برنامه خبری ما رو تماشا کنید تا اینکه معلوماتی بیشتر داشته باشید درباره این بیماری و همین گونه درباره خبرهای تاجیکستان و جهان و بازم بگم که به تهلکه دادن نشوید، خود را احتیاط کنید و عبدالله با ما خواهد بود در برنامه.